بچه‌ها، روزتون بخیر. امروز اومدیم یه دونه نیسان سیلفیو کاور پی پی اف مات بزنیم. حتما با ما همراه باشید. یه سری نکتای ریزم داخلش بهتون میگم، حتما به کارتون میاد. ببین بچه، یه نکته هستش قبل از انجام کاور. تمام وسیله‌هایی که امکان باز شدنش هست باید باز بشه، مثل دستگیره، مثل این زهای آبگیر و چراغ‌های عقب. این تمام قطعات باز شده و این چسبا زده میشه که برای بعد از نصب کاور بتونیم سر جای خودشون اینا رو نصب کنیم. حتی یه میلم بالا پایین نمیشه. یه نکته مهم دیگه هم که هست، قبل از نصب کاور حتما باید ریکاوری بدنه انجام بشه. یعنی حداقل باید ماشین یه دست پولیش بخوره که کاملا براق و صاف بشه، که وقتی شما دارید کاور پی پی اف مخصوصا نصب میکنید اون براقیت و تمیزی ها رو نشون بده. یه مرحله دیگه هم هستش که قبل از نصب کاور باید انجام بدیم. باید مرحله جرمگیری انجام بشه، حالا با کمک ریموور یا حالا الکل یا هر چیزی که این کار انجام بده. چربی‌ها و کثیفی‌هایی که روی بدن ماشین هست رو از بین میبریم تا آمادش کنیم برای نصب کاور.
خب بچه‌ها دیدین که الان ستون ماشین رو خیلی راحت ریلکس تو 5 دقیقه نصب کردیم، ولی خب کلی کارهای دیگه هستش قبلش باید انجام بشه. اصلا اون چیزی که داریم روی کاور میزنیم چیه، درصدش چند به چنده، تمام اینا رو توی کلیپ های بعدی واسهتون توضیح میدم. اصلا نگران نباشید، با ما همراه باشید.